با سلام به شما دوستان و یاران گرامی همراه کانال گلدن ایدرآپ. ما امروز اومدیم سراغ یه دونه ربات که واسه صرافی انگلیستانه به نام صرافی Sex.io. این صرافی جدیدن اومده یه دونه ارز رو میخواد به عنوان ماین به ما بده. خب ببینید، اول روی ربات ما کلیک میکنیم. خب کلیک میکنیم، واردش میشیم. روی استارت اپ کلیک میکنیم. خب کلیک کردیم، وارد صفحه رو باز میکنیم. فیلتر شکنمون باید درست باشه. اگر کار نکرد، این صفحه رو نیاورد، فیلتر شکن درست بود، از این سه نقطه بالا خب روش کلیک میکنید. بارگیری مجدد رو اگه بزنید صفحه رفرش میشه و باز میشه براتون. خیلی خوب. ببینید اینجا دفعه اول که شما ثبت نام میکنید، وارد برنامه میشید، به عنوان هدیه به شما 1000 تا از این کلیک ها بهتون میده. این قسمت رو که میبینید واسه کلیک کردنه. کلیک که میکنید در این قسمت به این ارز CXP به این قسمت میبینید 11 بار کلیک کردم، ارز CXP به شما این در این قسمت اضافه شد. خب بعد از اینکه اضافه شد حتما باید روی قسمت کلایم کلیک کنید تا به موجودی شما توی قسمت بالا اضافه بشه. میبینید این قسمت بالا رو، خب این موجودی منه. خب توی این قسمت موجودیتون باید اضافه بشه. خب بعدا میریم سراغ یه قسمت دیگه. قسمت دیگهش قسمت تسک وظایف هستش. روش کلیک میکنید. ببینید این قسمت که نوشته اینویت فرند، مثلا 50 نفر رو اگه عضو کنی 200,000 تا بهت میده، 100 نفر رو بهتون عضو کنی 500,000 تا بهت از این ارز CXP میده. خب ببینید تو این قسمت که مثلا نوشته ریجستر کنید، بر این وظیفه که ریجستر بکنید، برنامه‌ش رو باید نصب کنید توی گوشیتون با ایمیلی که اول برنامه باش ثبت نام کردید بهش میدید، به همون برنامه میدید. اینجا روی قسمت استارتش میزنید، به جیمیلتون یه دونه کد میره. بعد از اینکه تو برنامه ثبت نام کردید وارد این قسمت میشید، به جیمیلتون یه دونه کد میره، کد تایید رو میزنید، اینجا تیکت سبزش میخوره، بهتون 10,000 تا تیکت میده. بعدا این یکی وظایف رو همشو هیچ کدوم لازم نیست انجام بدید، فقط کانال تلگرامو، اونم چون عضو نمیشه من ادلیستش رو داخل کانال تلگرام میذارم، از اونجا بزنید راحت عضو میشید. اینا رو مثلا این همین قسمت رو باید حتما انجام بدید. این قسمت سابسکرایب کردن تلگرام عضو شدن تلگرامشون حتما باید انجام بدید، ولی این بقیهشون لازم نیست. روش میزنید، برمیگردید عقب، تایید میشه. خودشم باید 5 دقیقه بعد از اینکه زدید برای کلایم کردنش باید 5 دقیقه بعد بیاید، همون لحظه تایید نمیکنه، اینو یادتون باشه. خب میریم یه قسمت دیگه که خیلی مهمه، قسمت فارم. خب قسمت فارمش کلیک میکنید، باید ببینید این قسمت رو میبینید هر 4 ساعت یه بار، خب هر 4 ساعت یه بار میایید روی این قسمت کلایم کلیک میکنید. خب هر 4 ساعت یه بار روی قسمت کلایم کلیک میکنید، اونقدر روی دکمه کلایم میزنید که این تایمر شروع کنه براتون شمردن. این تایمر، خب تا زمانی که این تایمر شروع نشده روی قسمت کلایم کلیک کنید. زمانی هم که کلایم رو کلیک کردید برمیگردید عقب، باید حتما توی این قسمت بالا به موجودیتون اضافه شده باشه. خب بعدا میریم روی قسمت اسکواد، زیر مجموعه گیری. خب روش کلیک میکنید. خب ببینید اینا زیر مجموعه هستن. خب بخش زیر مجموعه، زمانی که زیر مجموعه از این قسمت کد لینک دعوتتون رو برمیدارید میدید به دوست آشنا، خب میفرستید به هر کی شد. حالا میتونید روی تلگرام برید به نام خودتون سیم کارت بگیرید، برای خودتون اکانت فیک بزنید و انجام بدید. خب اینویت فرند، از اینجا کد دعوت رو برمیدارید. خب بعد از این کد دعوت رو دادید به دوستانتون، از این قسمت زمانی که دوستانتون فعال بودن از این قسمت کلایم میتونید جایزش رو بردارید. خب کلایم که میزنید به موجودتون اینجا سیف میشه. به من تبریک گفت که 5820 تا از این مجموعه من به دست آوردم، به موجودی من اضافه شد. خب همین بود. بازم اگه سوالی داشتید داخل کانال تلگرامی بگید، من بهتون جواب میدم اگه مشکلی بود. ممنون، خدا نگهدار.